روز شما بخیر باشد بیننده عزیز رادیو زودی. امیدوارم هر کجای دنیا که هستید صحت و سلامت هستید و حالا گوش و هوشتان با ماست و ببینیم همراه که در تاجیکستان و جهان چی میگذرد. شالای گلخوجه هستم که بازم در روبروی شما قرار دارم و ساعت با وقت پراگه حالا رسو 10 هست. خب ما با شما باز بعد از 3 ساعت دیگر در پخش مستقیمی برنامه خبری رادیو زودی و میخوریم، اما تا آن دم برای شما میگویم که چی خبرها در دنیا میگذرد. 2 سال به محبس نظامش وزنین، فیروز تبارف پسر وکیل دفاعی مرحوم اسحاق تبارف به زندان محبسی انتقال شده است که نظامش خیلی شدید است. فیروز تبارف را 3 سال پیش به 13.5 سال زندان محکوم کردند و گفته می شود طول این مدت او به اصلاح شدن دیگر زندانی ها خلل وارد کرده است. هر چیز مفصل برایتان در برنامه خبری قصه میکنیم و تنها آن را یادآور میشوم که اسحاق تبارف از وکیلان زید سعیدov بود که سال 2016 از سکته قلبی و بعد از بازداشت 2 فرزندش درگذشت. پرزیدنت تاجیکستان در محل بنیادی نیروگاه راغون در مراسم مورد بهره برداری قرار گرفتن مرحله اول خط کنویری اشتراک کرده است. بنیاد خط کنویری که اساساً برای انتقال مواد سربند از جمله سنگ و شغل مساعد است، از جانب شرکت سرین امپرجلو صورت میگیرد. مقامات توجیک میگن دستگاه و تجهیزات خط کنویری در 1 ساعت امکان انتقال دادن 3000 تن سنگ و شغل را دارد. اکنون با مورد بهره برداری قرار گرفتن آن از کانهای علایده با خرج کمتر و صرفه وقت سنگ و شغل انتقال داده می شود برای بنیاد سربندی اساسی نیروگاه راغون. در برنامه امروز حتما باری دیگر رجوع خواهیم کرد به قضیه هویدا تیلوزاده 5 ساله. مقامات انتظامی روسیه قاتل و تجاوزگر این طفل را به 2 ماه حبس پیشکی گرفتند، ولی نگرانی پدر هویدا این است که مرد متهم به این جنایت از آب خشک نبراید، زیرا همین گونه سال پیش وقتی او نسبت 2 کودک در شهر سرپخوف بدرفتاری جنسی کرد، ولی با سبب‌های برای ما نامعلوم نسبت او هیچ چاره‌اندیشی نشد و پرونده هم باز نگردید. دادگاه خودسرانه در ناحیه فیض‌آباد، مقامات انتظامی یک گروهی را بازداشت کردند که آنها را در تشکیل دادگاه خودسرانه و لطوکوبی بیرحمانه 1 نفر متهم میکنند. در میان بازداشت شده ها رئیس محله جانورسوز نیز هست که خود را قاضی و ملکدار حسابیده در مرافعه‌های غیر قانونی نکاح‌های مسلمانی زنان را بکار میکرده است. زنی که عرابه پربار زندگیش را میکشد. این تشبیه نیست بلکه واقعیت است که همکاران ما در یک از بازارهای شهر دوشنبه مشاهده کردند. جوازانی که دنبال عشقش به تاجیکستان آمد اما از شوهر روی خوش را ندید و اکنون مجبور است برای پیش بردن زندگی خود و فرزندانش در برابر مردان در بازار عرابه بکشد. پیشه‌ای که اصلا خاصی زنان نیست. تصویر سرنوشت واقعا هم تأسف‌آور را از دوربین همکاران ما میتوانید در برنامه خبری رادیو زودی بعد از کمتر از 3 ساعت دیگر در پخش مستقیم تماشا کنید. خوب همین گونه برنامه ما در www.azodi.org وبسایت رسمی ما نیز قابل دریافت است و البته بعداً ثبت آن را ما در شبکه‌های اجتماعی نیز خواهیم گذاشت. ما شما را در برنامه منتظر می‌شویم.